14 معصوم علیه السلام بتونم به مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کنم و تا عکس دکترا در این رشته هم انشالله پیش خواهم رفت. انشالله. ماشاءالله. کارشناسی ارشد علوم سیاسی شرکت کردن آج آقا و قرار هست که انشالله قبول شدن. گفتن اگه بشود تا دکترا هم پیش میرم. خیلی جالبه. چطور تو کافینت آذربایجان هم رفتن اینو ثبتش کردن. این مهره خیلی جلب توجه میکنه. کافینت هم میری؟ کابینت نه نمیرم، خودم رفتم اونجا ثبت کردم. ثبت کردم. کامپیوتر منزل دارم، اینترنت میرم. همشهریاتون از عجبشیر از جمله خانم قربانی بهتون سلام رسوندن و گفتن شما افتخار شهر ما هستید. تشکر میکنم از قول بنده هم ایشون. تشکر. چی شد که شما از این پشتکار دستور نداشتین و بالاخره دانشجو شدین و الان میخواین کارشناسی ارشد دکترا شرکت کنین؟ ازم به حضور ما تابع دین مقدس دین مبین اسلام هستیم. دین مبین اسلام هم تمام افراد تابعین خودش را دعوت به علم کرده، همونطوری که آیه شریفه نازل شده اولین آیه برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقرأ باسم ربک الذی خلق بوده. بعد از اون هم حضرت رسول اکرم بعد از انتخاب شدن به نبوت فرمودند که اطلب العلم من المهد الی اللحد که آرم دانشگاه آزاد اسلامی الان. همین انگیزه باعث شده که من علم پیدانش بگیرم و انشالله تحصیلات عالیه هم را تمام بکنم. انشالله. خدا خیرتون بده. جوانان عزیز این موضوع هم از این برنامه عرض می کنم که به اصطلاح هیچ وقت دلسرد نشن. یه مرتبه که از کنکور به اصطلاح خدا نخواسته قبول نشدن پیگیری بکنن، همچنان که بنده حقی پیش چشم شد. بله 25 سال پشت کنکوری بودن ایشون، بالاخره رفتن دانشگاه. خدا خیرتون بده. نمونه بارز پشت کار